الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حالت دسته ها در هنگام تکبیرة الاحرام باید به حالت عادی باشد، به این گونه، و انگشتان باید باز باشند، به صورت مشت کرده یا به صورت گشوده و جدا از هم این اشتباه است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در سنن ابو داود است میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلاة رفع یدیه مدا، که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد نماز می شدند دسته ها را به صورت کشیده، که انگشتان به صورت کشیده و باز بود، دسته ها را این گونه بلند می کردند. شما هم مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم دسته ها را در هنگام تکبیر تحریمه این گونه باز و آزاد بگذارید.